گوش کن. سالهای دراز تو نان و نمکی مرا خوردی. این کاری کرده‌ات رو حتی سگ نمی‌کند. درست گپ زن. چی؟ به عزتی نفست رسید؟ اگر تو غرور می‌داشتی برای 3 تنگه به گپ اینها گوش نمی‌کردی. چقدر به تو پول دادن؟ من از اونها زیادتر می‌دهم. خودت را بیهوده عذاب نده. مایلش اگر به اون طیاره سوار نشدن معلوم شود فکر میکنید اشیل به پلیس خبر نمیدهد؟ همه تون دستگیر میشوید. تو حالا که به هواپیما سوار شده ای خانم آسیه، پینا برای چی لباسایت را گرفته پوشی؟ به جای من به فرودگاه میرود. یک چند دقیقه، یعنی از خید کامراهای نظارتی بگذرد تمام. گویا که تو به هواپیما سوار شده باشی خانم آسیه. ثروت من کجا و ثروت تیمور کجا؟ کنی گپ زن. چقدر پول میخواهی؟ چه ثروت؟ به نزدیک یگان ثروت نمیماند. همش از آقای تیمور میشود. یعنی کوتاه کرده گپ زنم همه چیز جای خودش رو عوض میکند. شما پروا نکنید برای صاحب ثروت شدن. من هم در برشان هستم. نابکار. تمام همینطور نه؟ یگان کم بودی نیست؟ نه نیست. گفته هایت را کردم. گویا با تلفن گپ زده ایستادم و با بیرون برآمدم. حاضر با مفتش گپ زدم. حجت ها را پگاه سحر به شرکت می آورد. بعد از آن حجت ها را گرفته به نزد خانم آسیه می رویم. امضاها را که گرفتیم تمام ثروت قرار کننده از ما می شود. تقدیری زنی بیچاره رو بین. با سلاح شوهرش پرانده می شود. ای هنی بیچاره. با دستانی خودش سلاح رو برای جنایت کردنش به ما سپاری. چیکار میکنی؟ بیچاره رو نرنجونیم؟ حداقل استفاده بریم. پدر شما خواطر نشوید. من زود آمده خبر میگیرم. خورقویتان رو میپزم، سر و لباستان رو میشویم. شما فقط زیغ نشوید مایلش. دخترم من برای این زیغ نمیشوم. من برای آن زیغم که از کاری کرده این نباهد از شرم به کوچه برآمدن نمیخواهم. پدر کاری شده شد. دیگر یگان کار کرده نمی شود. من میدونم که در اونجا بودنشان خوب نیست. اما اگر خواهید من رفته خبر گیرم از حال و احوالشان. میخواهید روم؟ دختری عزیزم فریده، در اصل من از تو چی میخواهم میدانی؟ به نزد یاسمن رفت. او تو را دوست میدارد، تو را گوش میکند. شاید او را راضی کرده توانی تا که او به خانه برگردد. من خودم هم به نزدش رفتن میخواستم اما نمیدونم که از دستم یگون کار میآید. تو یک کوشش کن. خداوند بعضا برای به بنده هایش کمک کردن دیگر بنده هایش را واسطه می کند تا با این را کار خیر به عمل آید و آدمان از مرحمت خداوند زیادتر بهره گیرند. انشاءالله یاسمن و امیر را یک جا کردن نصیب تو می شود. آن سخنهایی که تو به آنها می گویی تقدیری آنها را عوض می کند. من هم میروم. دخترم حاضر گپ نزده بودیم. برای چی این خیل میکنی؟ من هم فهمودم. امینه دخترم، اگر شما هم روید من چیکار میکنم؟ بیبیت هم نیست، من در خانه تنها میمانم. مایلش نمیروم. دخترک خودم سرم. پینار حسابش رو میدهد. او چی کار کرده ایستاده است اما من بخبرم. در مجله ها نوشته شده است که فریده مرده است
اما این سحر او به کار آمد. آسیارو میگویند که دستگیر شده است. حالا او در ایتالیا سیاحت کرده است. با خدا من هم نمیدونم خانم جانم، اما پنار یگان گپ هم نمیگوید. به من 2-3 روز پس گفتند. به خونه اومدم که نیستند. به من گوش کن. به سرم یک فکری می آید. کار کرده فریده را نکشم باز. از دستشون می آید؟ از دست آنها می آید البته. دیگر که این خل گناه را به سر آسیه می زند. من می دونم که همش کاری آنهاست. درست میگوید خانم جانان. آنها ما را ساده گمان کرده. هر دویشان یک جا شده ما را از بین دور کردنیند. خودت فکر کن اگر شما را کم شود پول را تقسیم کردن آسان می شود. من پیش از پول را گرفتن آن پناه را پارا می کنم. کنی ایستا. در روی خط هواپیما یکی از زنهای نامداری کشورمون اوسیا کاراکویونلی و کارگردانش مهمت اجان می باشد. تا حال درباره آنها یگان معلوماتی انیقی نرسیده است. در روی خط هواپیما یکی از زنهای نامداری کشورمون اوسیا کاراکویونلی و کارگردانش مهمت اجان می باشد. تا حال درباره آنها یگان معلوماتی انیقی نرسیده است. مرحمت خانم. به اینجا امضا گذارید. نامهای دادم را در حال جیغ میزنید؟ شما اول امضا گذارید. دیگر احتیاج به امضا ماندن نیست. همسرتان یافت شده است. براستی در کجا؟ اول خود را به دست گیرید. همسرتان چه خیلی که به شما گفته است به خارج رفته است، لیکن میدانید. لیکن چی؟ متاسفانه هواپیمایشان به زمین افتاده است. به زمین افتاده است؟ امروز چه خیلی روزی سخت بود برایمون. نپرس، من هم همین رو گفته بودم. آخر خداوند محبتتون را زیاده گرداند. ما هم نو از فرودگاه آمدیم. کمی پیش آسیا رو گسیل کردیم. از افتتون معلوم است که خبر رو گوش نکرده اید. چی شد؟ هواپیمایی که آسیا را به آن شنانیدید به زمین افتیده است. چی؟ شوخی میکنین؟ بله شوخی میکنیم. من به شما شوخی نشسته تماشا کنید. یک طبق دیگر سمیچکه گیرید و وقتتان را خوب گذرانید. در روی خط هواپیما یکی از زنهای نامداری کشورمون اوسیا کاراکویونلی و کارگردانش مهمت اجان می باشد. ببخشید یک طرف استید. برادر راه یک طرف استید. از مسافران هواپیما یکان خبر هست؟ کمتر پس خبر میدیم خانم. التماس آرام شوید. خدایا رو به ما برگردون. روی خط همه سوار شدگان را گرفتیم. 2 نفر به هواپیما سوار نشده است. کی بوده است او؟ سیما دربین. یگان نزدیکانش هست اینجا. منم خدا را شکر. نفر دیگرش آسیا کاراکویونلی. مادری من است. خدا را شکر. پدر چرا مادرم به هواپیما سوار نشده است؟ یا اینکه همان چیزی روی داد که ما میترسیدیم؟ نمیدانم دخترم، نمیدانم. اما مهم آن که زنده بوده است. باورم نمیآید تیمور. هواپیمای سوار شده اما هم به صدمه دچار شده است. شما باشد آرام باش میگویید. زودتر بیا. هر دومون تنها صحبت کردن نتوانستیم. چی کار میکنیم نمیکنیم؟ در نقشه‌مون این نبود که. در نقشه بر وقت آمدنی یشیل نبود. حاضر 1001 سوال میدهد. چی جواب دادنم را نمیدانم. از عهده این دو احمق برآمده نمیتوانی؟ مایلش چیزی شد به من خبر ده. تیمور رو گسل کردی؟ از پسش آب میپوشیدی؟ تو چی گفتن میخواهی؟ هر دوی شما چیکار کرده ایستادید اما ما بخبریم.
ба куҷо меравӣ? ба инҷо биё пинор, ба инҷо. ба ягон ҷо намеравӣ. ман беҳуда инҷо туро соатҳо интизор нашудаам. чӣ коре ки кардед ҳамаашро ба ман нақл мекунӣ. ба ту чиро нақл кунам? ман ҳавопаймонро ба замин афтондам, мурд рафт, дигар чӣ? ҳамин осон будааст. ҳамин тавр. бале? магар виҷдонат азоб намедиҳад? пинор, мо як танга ҳам нагирифтем. ту бошӣ оромона мурда рафт мегӯӣ. ҳамин тавр. агар туро намешинохтам, ё он зан ба ҳавопаймона нишастааст, ё аз ягон ҷои дигар пули зиёд ёфтаӣ мегуфтӣ. ҳамин тавр не хонумҷонон? айнан ҳамин хел. гӯш мекунам. ешил зан аз ҳавопаймо фаромада бо ширкати ҳавопаймоӣ суҳбат кардааст. ба ҳавопаймо савор нашудани осияро фаҳмидааст. хеле аз ин хабар хушҳол шудам. яъне осия ба ҳавопаймо савор нашудааст? ба худо чунон ором шудам. оҳ, ба худо ғами бузургеро аз ман дур кардӣ. хубу лекин ин зан дар куҷост? охир асабҳояш хароб буд. маълум мешавад ки дар лаҳзаи охир баромада рафтааст. ҳамин хел? ҳатман ҳоло ешил камераҳои бехатариро назорат мекунад. нақшаамон каме пештар амалӣ шуд. бояд ҳушёр бошем. фаҳмо пинор? майлаш. агар занг занад ба хона биёяд, ман ба ту хабар медиҳам. боз як бор дигар муборак шавад. хайр, ту боздид. беҳуда маро гунаҳкор кардед. хавотир нашав, гуноҳат кам намешавад. гуноҳи ту хеле зиёд аст. хайр, давомашро нақл кун. чӣ хел давомашро? давоми ҳодисаро. осия дар куҷост? модом ки ба ҳавопаймо савор нашудааст, ба куҷо рафтааст? гӯш кунед. осия каракоюнле ба ҳавопаймо савор нашудааст. ба хонаашам барнагаштааст. ҳадиақал аз камераҳои назоратӣ диданамон дар кор ки ба фурудгоҳ омадааст ё наомадааст. мо ин корро метавонем кунем. хонум, сабти камераҳои назоратӣ дар дастамон ҳастанд, вале то наздикони ин зан буданатонро исбот накунем, ба шумо нишон дода наметавонем. охир осия карокоюнли ҳамсари пешинам ва ин духтарамон аст. як бор бо сардор гап мезанам. гап занед. шумо инҷо чӣ кор мекунед? шумо чӣ? ман ҷани ҳамсари пешинаатон ҳастам. фарида, ту инҷо чӣ кор мекунӣ? фарида духтари ман аст. ҳамон духтаре ки дар ширкат он рӯз дар борааш гуфта будед? бале, он духтар фарида духтари ман аст. пинор чӣ? ӯ як фиребгар аст. чандин маротиба ба модарам фаҳмонданӣ будам, аммо дар дастам ягон далел надоштам. исбот карда натавонистам. фаҳмидам. амам чӣ? ба худо намедонам. барои фаҳмидан кӯшиш карда истодаем. хонум, чӣ хеле ки ба шумо гуфтам, ҳатман бояд ягон наздиконашон бошед. наворҳои камераҳоро ба шумо нишон дода наметавонем. ман ҷани осия каракоюнлӣ мебошам. ин хонум бошад ҳуқуқшиносамон. ба фикрам кофист барои наздиконаш будан. барои мо наворҳоро нишон диҳед. ин хел бошад марҳамат. шумо намеоед? мо ҳам магар духтари амаам нестем? ҳоло хуб пушаймон хоҳед шуд. чӣ ман қотил ҳастам? ман девона нашудам. ҳоло аз дасти ман намеояд ин хел корҳо. агар карданиам мешудам, кайҳо пулҳоро гирифта гурехта мерафтем. хайр, ин хел ки бошад, чиро мо интизор ҳастем? ҷавобҳои ташхис баъди чанд рӯз маълум мешавад. осия баъди фаҳмидани ҷавобҳои ташхис ҳамаамонро аз хона пеш мекунад. ҳоло ҳам мо чиро интизор мешавем? интизор нашав. рав ба боло, рав. утоқи осия пур аз ҷавоҳирот аст. чӣ қадаре хоҳӣ гирифтан гир? чӣ ман дузд ҳастам? дузд нестӣ? не, нестам. яъне мо намедуздидем. молу мулкро аз худ карда аз байн ғайб мезадем. ин дуздӣ ҳисоб намешавад? не, ҳисоб намешавад. ба ман гӯш кунед. чӣ хеле мебинед корҳо баръакс шуд. яъне дигар кори мекарданӣ намонд. ман ҳам даст мекашам аз ин корҳо. корам то ҳамин ҷо буд. дигар кордор намешавам. ҳозир ба боло баромада то таҳхона чизе ки меёбӣ бо арзиштар бошад гирифта бурдан гиред. фаҳмидед маро?
اینقدر براحت گرفته برمیگویی که به فکرم از بازگشت این زن باوری نداری. ای بس است اکنون به خود من سیر شدم از این گپای بیهوده. کسی چیکاری که کرد من چیکاری که کرده باشم کردم میگویم. شما رو نمیدونم. من رفته چیزی که دلم میخواد گرفته میبرم. نترس، من به مانند جانان ناآدم نیستم. تا آخر در نزدتم. چه مگر ما زن و شوهر نیستیم؟ ای روزی خوب روزی بد نگفته بودیم؟ تا مردن نگفته بودیم یک جاییم. خدا راضی باشد از تو. یعنی آخر من یعنی حق دارم. من اینقدر سرگردان شدم. مگر می شود که من از اینجا بپل روم؟ من اینها رو سزاوارم باز به خانه آقای غالب روم؟ اینقدر سال همین روز رو انتظار بودم. بس است اکنون آدم های خوب مرا نگاه بین کنند. من به اینها سزاوارم. بله سزاوارم. اینها برای من تا مردنم بسنده است. قریب دلم میزند. به فکرم من اینها رو برای پینار نمیگذارم. من اینها رو برای آن میگیرم که پینار نگیرد، وگرنه به من لازم نیستند. نمی شود. این چیست؟ به فکرم این کد دارد. یعنی باید کد رو در یگان جای نوشته باشند. کنی بینم. نیست آخر. یعنی آسیه اکنون خودش میدوند. به این هم استفاده نمیبرد. بله اگر دوست باشم دوستم چیکار کنم؟ یعنی حاضر همش رو من به پینار گذارم. اگر من نگیرم پینار میگیرد. آخر برای آن میگیرم که پینار نگیرد، وگرنه من اینها رو نمیگیرم. چرا گیرم؟ خوب نیست آخر. یعنی پینار گیرد نگیرد اینش هم هست. مادرم در پهلویش آقای تیمور. پینار در کجاست؟ آخر آنها همراه بودند. و فکرم در راه از آنها جدا شد. برای چی؟ به طرف دری به قدگیری نرفته باشد. می براید. با کی در تلفن گپ زد؟ یگان کس او را با یگان جا جیغ زد چی؟ یشیل در اینجا چی کار میکنی؟ بعدی تو رفتن امام از هواپیما برآمده است. با کدومی در تلفن گپ زد و به نزدش رفته است. من از کجا دانم؟ بیا بهترش به بیرون برآمده گپ زدی. تو همه چیز را میدانی. آدم دزدی را هم میدانی. تهدید کردن را هم میدانی. در کجا بودنی آسیه را هم میدانی. دستانت را گیر به تو میگویم. یشیل راهگر نرویم. مرا مجبور نکن که با این خیلی آدم‌ها سر به سر شوم. تیمور کاری خطا میکنی. تو حالا کی بودنی فریده را نمیدانی. دانستن نمیخواهم. راهگر نرویم. تیمور دیگر رو برویم نبراید. ما نمیبرایم. پلیس رو برایتان میبراید. دستم رو سرده. میروم. میخوام همش رو فهمم. راهگر یشیل راهگر.
کردید؟ برای چی پلیس شما رو دستگیر میکرده است؟ تیمور با من جواب ده. آن واخوری های پینهانی با پینار یگان سبب دارد. یگان کاری پینهانی کرده ایستاده اید. به خارج هم فرستادنت بیفایده بود. اما از کاری گفتت حتی اون آدم ها هم خبر نداشتند. گپ‌های بیهوده نزن. تو را عصب‌هایت خراب شده است. به خانه رفته کمی دم گرفته به خود بیا. روز که شد به خوبی گپ میزنیم. به یگان خانه نمیروم. به نزد پینار میروم. ها هم در خانه عمم است آن مار. از دستش گرفته از خانه پیشش میکنم. او چگونه انسان است؟ به مانندی کنه چسبیده میایستد. به یگان جا نمیروی. با من میروی. برای چی تو پشتی این فریبگر رو میگیری اینقدر؟ او دختری عمم نیست. دختری عمم فریده است. به این کار دخالت نکن. به من گوش میکنی. گوش نمیکنم. یشیل به ماشین سوار شو. یشیل مرحمت. میبینم چیزهای غنیمت کردت رو جمع کرده ای. اینقدر بار جمع کرده ای خانم جانان. خوب میشد که جامدان میگرفتید. گوش میکنم. یشیل به اونجا میآید. همه چیز رو فهمید. به این همه چیز رو نمیدونست. نمیدونست است. از دیسکالو خبر ندارد. وقتی ایهن گفت بعد یشیل همه چیز رو فهمیده است. خب مایلش. با دقت باش پینار. من حاضر میآیم. مایلش تو دیدار. چی شد بخیر است جانم؟ یا اینکه یگان ناخوشی روی داد؟ رنگ و رویت پریده است. تو چیزی خواستت رو گرفتی. چی رو انتظاری نمیروی؟ هیچ چیز رو انتظار نیستم. میروم. خیر بیا رفتیم. به هیچ کجا نمیروید خانم جانان. کمی پیش پینار با کسی گپ زد. معلوم است که خیلی ترسیده است. بله خیلی ترسیدم. او را تنها نمیگذاریم میخیل. تو اینجا شین و به من گوش کن. مایلش چقدر که خواهید کنی بینم چی میشود. من دیوانه میشوم. شما چه خیل آدم هستید؟ من شما را هیچ نفهمیدم. دیوانه شد دیوانه. برای چی این خیلی گفت پدر؟ در فرودگاه هم کمی پس هواپیما همون پرواز میکند گفت. شاید تو را برای زیغ نشدنت همین خیلی گفته است، یا اینکه برای نجات دادن تو عیناً به مانند کاری کرده ای من. آخران بار وقتی که گپ زدیم دعایی در داخل بازوبند بوده مرا نجات میدهد گفت. در داخل آن دعا بود همین خیلی نه؟ آن را کشاده است، اما من در داخلش انگشترین رو مانده بودم. یعنی انگشترین رو هم دیده است؟ پدر مادرم میداند که من دخترش هستم، از همین سبب به هواپیما سوار نشده است. پدر مادرم مرا میداند. بله میداند. از برای تیمور و پینار شده به فرودگاه رفته، خود را به نوار کامراها نشان داده است گویا به خارجه رفته است. حالا در یگان جا پنهان شده است. باوری دارم که به ما زنگ میزند، به نزدمان می آید. البته می آید.
گم شو از این خونه. زیلک او را از این خونه بشکن. به هیچ کجا نمیروم. تا آمدن مادرم انتظار میشوم. بیناموس رو بینید. حالا هم مادرم میگوید دختری اساسی عمم فریده است. تو زنی دروغگو. فرزندی خودت رو فروختی. همتون یک جویا شده عمم رو فریب دادید. در اصل فریبگر خودت هستی. با همراهی شب هرت در شرکت چی کارهایی نکردید؟ بودن شما رو ناراحت میسازد. با کارهایت دخالت میکنم گفته ترسیدید. همین خیل نه؟ ها بین طرفدارت هم آمد. یشیل دروغ است؟ با این فریبگر یک جا شده پدری فریده رو تهدید نکردید؟ دروغ است. اگر این گپ دروغ باشد این زن رو با دستانی خودت گرفته به پلیس میبری. من این کار را چخل میکنم. بله کردن نمیتوانی برای اون که در اون کار خودت همراهی. تیمور من تو رو خیلی دستگیری کردم. یگان ضرر نباید به تو گفته چی دروغا گفتم. حتی اون تشخیص رو پول داده ایواز کردم. چی؟ تنها برای تو این کار رو کردم تا اینکه با این زن یک جای نشوی. اما تو چی کار کردی؟ باز یک جای شدی. بازی رفته باز بر میگردم. اما این دفعه تنها با پلیس میایم. یگان چیز رو اثبات کردن نمیتوانی. میبینیم. مبارک شود یزدان. پسر چدار شده ای؟ خانم جانان تو بیبیش حساب میشوی. زود برآورده یگان چیز به تیمور ده. بس است اکنون. مرا بندت هم در اینجا نمیستم. من میروم. از من یک بار گفتن مرا هم یگان کس بسته نمیتواند. خیر من هم میروم. شین دختر من گوش کن دخترم. تو از اون نفری نبوده ای که من میخواستم. من بهترش یگون نفری تجربه دار رو میوبم. با من شخصی که کودک دارد لازم نیست. من رو میفهمی؟ فهمیدم. پسرم اینجا بیا. خاله برای چی مادرم رو به کار نگرفته؟ مادرم خوراکای پولاسه تیار میکنم. بهترین شیرینی رو تیار میکنم. حتی روز تولدی من یک شیرینی 3 قبطه تیار کرد. سر وقت از زوده کار میبراید. یاسین برای چی این خل میکنی؟ ببخشید خانم. خدایا این دختری من است. برای چی اینقدر خورد؟ حاضر کلان شده است. 30 ساله است. همسالی مادرم هم 30 ساله است. سلام فریده. خوش آمدید. مهمان داریم. جزدانش رو گیر. بیا دختر. درو دخترم درو. خانم آسیا پینار دختری شما است؟ کی این رو به تو گفت؟ التماس بگویید خانم آسیا پینار دخترتون کی این رو به تو گفت؟ خانم آسیا مهم نیست که کی گفته است. التماس بگویید پینار دخترتون میشود یا اینکه نه؟ اولش پینار نه خانم پینار. دویم مناسبتت رو عوض نمون. بعد چرا این رو از من میپرسی؟ برای اون که اگر خودش رو دختری شما گوید او دروغ میگوید. چه خیل جرأت کرده این خیل گپ میزنی؟ فریده دختری مرا چرا تو دروغگو میگویی؟ خودت را حرمت کن. مرا فهمیدی؟ من تو در این خانه همگی خدمتگار هستی. کنی از پای کارشم. خدایا من چرا نفهمیدم؟ چه خیل دختری خودم رو نشناختم. مرا ببخش فریده. التماس میکنم
ببخش. میدونم در یکی از اون خانه های روشن تو هم برای من دعا میکنی. التجا میکنم مرا شما، التجا میکنم در این تاریکی های سرد برای من راه بگشا. کسی مرا نبیند. میخواهم به نزد دخترم بیروم. من خالگی های دلم را پر کردی. فریده، خداوندا، مادرم در کجایی که نباشد او را در پناهت نگه دار. با نورت راهش را روشن کن. اگر تو خواهی دریاها دو نصف شده به کس راه میگشایند. اگر تو خواهی کوهها نیز دو نصف شده به کس راه میگشایند. اگر تو خواهی خدا جان شاخه خوش شده از نو بار آورده میوه میدهد. التجا میکنم مرا ناامید مکن. مادرم را صحت و سلامت به من برگردان. مرا از مرحمتت بی نصیب نگردان. آمین. یاشار، در آخر آمدی پسرم. آمدی پسرکم. بیا مادرت را به آغوش گیرم. زیق شدی همین طور نی؟ زیق شدی. مرا در اینجا دیده طاقت نکردی. من میبرایم زیق نشم. میبرایم. به سودیه هم میگویم. میفهمانم که او را تیله نکردم نخواست شد. فلاکت بود میگویم. خودتان رو بیگناه نشمارید مادر. بلکه دستتان نرفته است و دلتان این را خواسته است. میخواستید که این کار شود. بله، خواستم. چی گفتم نشنیدی مگر؟ گویا که من تو را کشتم. کی باور میکند به این؟ من این را باور میکنم. یاشار، دروغ‌های زیاد شما مرا کشت مادر. یاشار، پسرم، پسرم. گوش کن. از سهر باز بو کی گپ زده ایستاده است. با هیچ کس. این زنده او نشده است. خدایا توبه. در زمانهای قدیم در شهر بغداد یک زنی بیوه زندگی می کرده است. او بند بافته 6 پسر یتیم و مادری پیرش را نگاهبین می کرده است. اما روز بیماری وزنی شده وفات کرده است. نگاهبین 6 یتیم به گردن آن پیرزن مانده است. پس پیرزن بیچاره نه بند بافته می توانست است و نه آن را فروخته. پس مجبور شده به سری دستگاه می شیند. با مرور زمان یک وقت می بیند که بندهای بافتش 600 درهم شده است. بابا درهم چیست؟ در زمانهای قدیم به عوض اندازه وزن استفاده می بردم. به مانند گرم. یک درهم 1 گرم حساب می شود. به فکرم 3.5 گرم دخترم. امینه بس کن سوال دیگی را. بابا شما دوام دید. مایلش پسرم می خوانم. بیوزن بندها را به جزدانش گذاشته، خدایا رزق این یتیمها را خودت میدی گفته راهی بازار را پیش گرفته است. در راه
از نزد یک حولی گذشته است. ناخواست در کشاده شده از درون حضرت عبدالقادر گیلانی که یکی از شیخ‌های مشهور و معروف زمان بود می‌براید. آنجا خانه او بوده است. شیخ بندهایی در جوزدان پیرزن بوده را دیده خاله چقدر بند دارید گفته میپرسد. زن باشد با ارزش 600 درم گفته جواب میدهد. حضرت گیلانی خوب برای من هم همین قدر لازم است، مشتریش تیار است، دید از جای شما من فروشم میگوید. پیرزن برای فروختن بندهایش تا به بازار خرسند میشود. در حال بندها را برآورده به حضرت دراز میکند. حضرت گیلانی بند را گرفته به بالای بام میپرتاید. باید میفروخت کو؟ بعد یک پرنده عظیمی آمده بند را گرفته می رود. پیرزن بندهای در هوا رفته را نگاه کرده میخواست از شیخ پرسد که این چی کاری کردهش بود. ناخواست حضرت گفت خاله زیق نشوید، آن بند را برای فروش به بازار بردند، همین که پولش را سپارند آمده میگیرید. پیرزن حیران شده چیزی نمیگوید، راست به خانه‌اش می رود. روزی دیگر باز به نزد در شیخ می آید. کمی شرم داشته می گوید یا شیخ مرا ببخشید، من به پولهای آن بند خیلی احتیاج دارم. در خانه 6 یتیم از من نان را انتظارند، حالا هم پولی بندها نآمده است. شیخ خاله گفتم که بندها را فروختند اما پولش حالا نآمده است، شما یک چند روزی دیگر صبر کنید میگوید. آخر پرنده را چی دست میفروشند؟ کنی بینیم چطور میفروخته باشد. پیرزن چند روز به نزد در شیخ می آید. نهایت به دل پیرزن میزند. در قهر و غضب شده به خانه شیخ می آید. حضرت گیلانی در را می کشاید. در این اثنا یک تاجری هم می آید. از میانش جزدانهای پر از طلا را برآورده به شیخ قبول کنید، اینها برای شمایند میگوید. بعد نقل می کند. وقتی که با کشتی سفر می کردیم شمالی سخت خیست، چوبی کشتی شکست، در بین بحر ماندیم. از کشتیبان پرسیدیم که یگان چاره دارد. او گفت که اگر یک بند 600 درهم میشد من تعمیر میکردم. در کشتی اینقدر بند چخل میابی؟ وقتی به خدا مناجات کردیم که خدایا به ما یک بند 600 درهم فرست، یک پرنده پیدا شد، در منقارش باشد بند داشت. بند را آورده در بالای کشتی گذاشت. کشتیبان زود کشتی را تعمیر کرد. با همین را ما به خشکی رسیدیم. اکنون من برای پرداخت قرض آمدم گفت. آن بند آنها را نجات داده است. شیخ به تاجر پیرزن را نشان داده صاحب بند این پیرزن است. او هم چند روز باز این پولها را انتظار است میگوید. بعد جزدان پر از طلا را گرفته به پیرزن دراز کرده است. پیرزن حیران شرمسار جزدان را میگیرد. حضرت عبدالقادر گیلانی میگوید دیدید خاله کمی صبر به چی چیزها وسیله شد. با آن بند شما هم چندین نفر رها یافتند، هم شکم یتیمهایتان سیر شد. یعنی کار را برای رضایت الله میکنی. پیرزن دست شیخ را بوسیده خوش و خرسندانه راهی خانه اش را پیش گرفته است. وقتی که ما خونه اجاره گرفتیم بابای ایهان از ما پول نمیگرفت، دعا کنید میگفت. مادر کلانمان ما را در خونه‌اش نگاه بین کرده است. انشاءالله که نتیجه این عملهای نیکی کردهشان را میبینند. این هم به مانند 600 درم بند هم برایمان کمک میشود، هم نجاتمان میشود. برای چی تو اینجا آمدی؟ چی خیلی معامله؟ دوستی پیشینه دشمن می شود مگر؟ من یگان دوستی تو نیستم. از برای تو شده من اینجایم. عقلم را کار فرمانده مرا به این احوال آوردی. من هم برای همین سری وقت اینجا آمدم. گفتم یگان روز می شود که تو را به سری سود می برارند و خسته از نام من شکایت نکنی.
شکایت میکنم. خیلی پشیمان شدم، باید سری وقت شکایت میکردم. همه چیز رو میگویم. من که سوختم تو هم میسوزی. گپی زده‌امان درباره اتیلا حالا هم امکان دارد که حل خود را یابد. تو حتی به این جنایت دست نخواهی زد. من خودم همش را حل میکنم. وعده میدهی که حل میکنی؟ بله وعده میدهم. وعده ناداده میشود. تو فقط نام مرا به زبان نیار. اگر که گپ زنی برای من یگان فرق ندارد. هیچ گپ نه. یگان احتیاج داری؟ نه، یگان احتیاج ندارم. خیرالدین را به اینجا آمدن وجدانش نمیبردارد. میدانم که در حبسخانه انسان به پول نفس گرفتن نمیتواند. اگر یگان احتیاج داشته باشی گپ زن. احتیاج ندارم. خوب، در اینجا به پول عذاب میکشی. برای همین گفتم. به هر حال خودت میدونی. بله کمی در کار است. من تو رو نمیدونم نباهت خانم. من حتی با بالا هم پول دادم. روز بخیر. پسرم خوش آمدی. خوش آمدید پدر جان. خوش آمدید پدر جان. خوش باشید. نهاری نکردید همین خیلی نه؟ من برای شما نانیگرم آوردم. چی تو گرسنه نیستی؟ نه، در ایستگاه شیرینی خوردم. این خیلی که باشد رو خواب کن. من کودک رو میخورانم. نه خواب نمیکنم، همون کرده میروم. یکی از راننده ها بیمار شده است. التجا کردن که بیارویم. خیلی مرش با شما اشتهایی تام. به شما املیت تیار کنم. لیکن با مزه شود. خوب شده است خانم کوچک. امروز باید به ما کتابی حکایه میدادند. پگاه میدین. آیله هایی که جدا شدند فرزندهایشان از درس میمونند. تو چی میخونی؟ نگاه کن. آیله هایی که جدا شوند فرزندانشان از درس قفو میمونند. من از همین سبب از متماتیکا بهای پس میگیرم. اگر خونی بهای پس نمیگیری. نگاه کنم اینه. قاعده های طلایی برای نجات آیله. قاعده اول چی بوده است؟ با شما چی کاری رو انجام دیان مینداری بیان کنید. مثلا دیروز مادرم خوراک پخت، خانه رو تازه کرد، رو بچین کرد. پدرم با مادرم مینداری کرد؟ نه. این خیلی باشد بیا به جای پدرم ما مینداری میکنیم. رفتیم. بچه ها شما با کجا؟ حاضر میایم بابا جان. چی مینویسیم؟ خیلی خوب شد از دستانتون درد رو نبیند مینویسیم. تشکر هم نویس. میلش. باز همین خیلی کن نویس. این نویسته اما رو که خان باز میکند. چی شد دخترم؟ هیچ چیز نیست. شرف نوشته است که خوراک با مزه آمده است. باز یگان گپی ناخوب گفت. نه این مراتب این خیلی نه. من دیروز با آنها خوراک پخته بودم. من نداری بیان کرده است. حاضر به کجا می روی دخترم؟ با پینار گپ زدنم لازم. فریده
این کار رو ما گپ زده بودیم. از دستمون یگان کار نمی آید. یا با پلیس می رویم یا اینکه کوچه با کوچه می گردیم. اگر مادرت رو یابیم خودمون می یابیم. پدر، من اینجا نشسته طاقت کرده نمی توانم. هر یک دقیقه می گذشتگی درونم رو می خورد. رفته مادرم رو می یابم. در کار شود هر یک قدمشون رو نظارت می کنم. مایلش این خیلی باشد من هم می روم. پدر، با من آمدنتون شرط نیست. شکر که خودم تنها نیستم. یه شیل در برم است. شما در خونه هستید. هم خودتون گفته بودید که نخست مادرت آمدنش ممکن. برای همین شما در اینجا باشید بهتر. مایلش آفرین یعنی آفرین. همه چیز رو گرفته است و این رو مانده است. زنک احمق. من چیکار کنم اکنون؟ باز کی زنگ میزند؟ گوش میکنم. پینار، من حجت ها رو گرفته بر آمدم. خیلی خوب، من هم حاضر میبرایم. در نزد ساحل با میخوریم. ها یک چیز دیگر. سلاح رو گرفتی؟ گرفتم، نگران نباش. مایلش تو بازدید؟ پیتر رو تیار کردی؟ تیار کردم. همه معلوماتی که به همه‌تون تعلق داشت در این لیست ثبت کردم. تشکری زیاد. نمی‌ارزد. شام در کجاست؟ جزدانم رو فراموش کردم. بدیل گوی جزدانم رو بیارم. باز این تویی؟ بله، باز منم. تو در کجا بودنی مادرم رو نگویی، به نظرت آمدن میگیرم. کی از تو خلاص میشوم؟ دیروز شب نوارهای کامیرا رو تماشا کردم. آفرین. از اینجا یک جا برآمدید، اما در فرودگاه همراهش نبودی. اوه، از کی باز مفتش شده ای؟ اگر همراهش باشم یگام حادثه میشود، نباشم هم. چرا در فرودگاه نخست از فکرش گشته به هواپیما سوار نشده است؟ گویا که کسی به او زنگ زد و او از فرودگاه برآمده رفت. دلک، اون کسی به او زنگ زده تو نبودی مگر؟ بس از اکنون این کارها رو در شب خواب دیده آمده سری مرا گرنگ میکنی. رو از اینجا. پدرم دیروز رفته از بالایتون به پلیس شکایت کرده است. امروز باشد من میروم. اگر کمی عقل داشته باشی ما رو به حالمون میگذاری. چی کاری میخوای کردن گیر؟ گوش میکنم. الو، فریده، من یشیل. چی شد یشیل؟ از مادرم یگان خبر است؟ بیا یگان جا بخوریم، من همش رو میفهمونم. مایلش، تو در کجایی؟ از اینجا نجات یافتنم لازم. اما چی خیلی؟ خود خودش زیبا. یه رو آقا، من با آقای تیمور زنگ میزنم. خیلی بینیم کی برمیگردد. فهمون. کنی فکر کن کدام طرف خوب بوده است. الو، کارها همش خوب است؟ همه خوب است. یگان کمبودی نیست. خواطر نشید. الو الو الو، با کجا میروی؟ مرا انتظار شو. راه کرد. زود باش. در کشتی چی گپه شد؟ کمک کن. زودتر زود باش. راست به طرف کشتی حرکت کن.
فریده. شین. چی شد؟ یگون چیزی مهم است. این نوارها رو بین. دیروز شب خوب اهمیت ندادم، اما یک بار دیگر خوب نگاه کردم. فرق کردم که این عمم نیست، یعنی کسی دیگر است. خوب کی بوده است؟ سیفیدار کجاست؟ نمیدونم اکا. پایان را رفته بین. حیف بر شما. از عهده یک زن برآمده نتوانستید. ما اگر سری وقت نمی رسیدیم این زن را از دست می دادیم. زود باش. از وی امضاهایش را بگیر. امضا نمیگذارم. با من گوش کن. هدفمون تو نیستی، تنها پولت رو میخواهیم. حاضر آدموار رفتار کن و امضا را گذار. بعد امضا را گذاشتن میتوانی که روی. دروغ میگویی. نون و نمکت رو خوردم آخیر. چرا قاتل شوم؟ دستم رو با خون آلوده نمیکنم. زود باش، کارو تمام کرده بعد به نزد دخترت میروی، یا اینکه به نزد شوهرت میروی. آن طرفش کار خودت کجای میروی رو. تو راست میگویی؟ بله راست میگویم. تلفن رو بیار. با شوهرت زنگ زن آمده تو رو برد. اما با من گوش کن، اگر خواهی که عهدنامه امون برباد نرود از نام ما یگان کلمه گپ نمیزنی. آسیا. ایهان؟ آسیا در کجای؟ چند روز شد که تو را میجوییم. خواطر نشوید، خوبم. در کجای گپ زن آمده تو را از آنجا بریم؟ در کشتی هستم. در کشتی؟ من در حال با آنجا می آیم. آسیا. لبه. بعد اینقدر سال معنی میکند نمیکند نمیدانم. من تو را دوست میدارم. من این کارت رو هیچگاه فراموش نمیکنم. هیچ خوشحال نشدم. با زندگی دخالت کردم رو کسی فراموش نکرده است. با فکرم من به یگان ماشین دیگر سوار شوم خوب می شود. برای من یگان فرق ندارد. مشتری است. این طور که باشد رفتیم. این زن مادرم نباشد که بوده میتواند. یک دقیقه. چی شد؟ به خفا. یگان چیز دیدی؟ به خفا توب ده. این جزدان پینار است. کمی پیش دیده بودم. این زن پینار است. کمی زودتر رانده می توانی. همسرم انتظار است. همسری گفته اتان یعنی مادری فریده؟ مادری فریده آسیا کاراکویونلی. حالا به پول ماندی آسیا کاراکویونلی.
یعنی انسان چی شدم نه؟ چی میشوم گفتنش لازم؟ اما نگران نباش، با جای میرفتگیت با پول احتیاجت نمیشود. کارش را تمام کن. چی ها گفته ایستاده اید؟ دروغ گفتید. ما همه وقت دروغ میگوییم. تو باشی با ما باور میکنی. ما چی کار کنیم؟ شیطانی فریب کرد. لعنت به همون روزی که با تو شناس شدم. من چه خیلی خطا کردم. چرا شما رو نشناختم؟ من یگان کار نکردم. تو خودت به اون هم تیار بودی. یگان چیز رو نپرسیده درت رو برایم کشادی. فرزند خود خواندی مرا. من باشم تا این وقت تو رو استفاده بردم. از تو یگان کس برکه نمییابد. نه فرزند، نه همسر، حتی مادرت. اکنون فهمیدم برای چی به فریده رشک میکردی. برای چی جای او را گرفتن میخواستی. برای آن که تو به ناخونی پایش نمیارسی. و من گوش کن. چی کار میکنی؟ دیوانه شده ای؟ سرده به این هم او را میکشه. من او را میکشم. سلاح را به من ده. من خودم میپرانم. به من ده سلاح را. بینار تو دخالت نکن. این کار را من سر کردم. من خودم به اتمام میرسونم. سلاح را ده. آخرین دعایت را گو آسیا کرکایولی. از من خلاص نمیشوید. همین خیل؟ کنی بین چه خلاص میشویم؟